Said ibn Jubayr rahimahulloh daftişe gajdum gezde bu. Siyaranda Siyara alamını beraber zahibi biyaz ki dasti rosta gajdum megazade kerosu. Modaraş mebiyat sonu dast çeşide mesela çime mefizarat, varam ve mefizarat. Modaraş bebeğine mi fahmedi çime yani rokkı talep kılmıyor yani. Ama da rokkı kona doktormuyor. Said ibn Jubayr ne mekut yani? Yani hadise bacı zahir iş girifte yani. Ha la yastarqun yani o da Said çime şad yani. Talep rokkı ne mekuna yani. O illa holo ki çi caiz inçid baroy Said. Yani قلتم يعني لا رقية إلا من عين أو حمة هذا حمة كذا سيدنا لكن من قرآن ميكونات مدرج وقتی که اصرار میکند و الحاح میکند یعنی گشته من طلبات بین دو چیز به میافتد یعنی امر طاعت مادر و ترک حدیث طاعت مادر هر دوشه جمع میکند سعید میگه خیر رقیه بیارید وقتی که بیارن دست چپ میتیان میگه که نه میگه دارن میگه رقیه خون میگه دست چپ میگه تبابات میکنند یعنی دست راست که میموند الله میموند علم معنوش چی بوده یعنی ترک من رقیه و ترک چی از تمام چی بوده علم تحقیق توحید کردن گفتم چی جایز باشدن مثل کای گرفتیم که کای الکتیو گفتم چهار حالت میشه رسول صلی الله علیه و سلم کردگی و رسول صلی الله علیه و آله و سلم اینا چی گفتم یعنی دوست نداشتگی و ترکارگی و به حمد و ثنا گفتگی و این چیزا چیکار کاری گفتم یعنی نهی کردگی نهی گفتم کراهه حلال تحریم وأن الجامع لتلك الخصال هو التوكل يعني همه سه چیزه یکم مثلا رقیه و کیو سنت تطیر هم میامنه چی جمع کنند توکل جمع کنند برای توکل چی میگن اسمون میگن چی جامع لكل خیر هم خیرات جمع کردگی چیزه چی میگن توکل میگن قاله المصنف رحمه الله انا کن اینجا چی اومد یعنی تنبیه یعنی تو که آدمو این حدیث دیگه خیلی نفهمن لا يدل الحديث على ترك مباشرة الأسباب فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه يعني إن حديث دلالات نمیکنند میگوید چی به ترک مباشره يعني عمل کردن يعني گرفتن سبب ها گرفتن چی ها سبب ها برای که گرفتن سبب ها جمله یعنی از روی جمله امر فطری برای امر فطری چی امر فطری معنیش چی عادت یعنی انسان خودشان ده یعنی انسان به عادت یعنی به سبب نمیتونه گشتن یعنی من از کودکیش چه همین چیز به چی شده که وای مجبور شده یعنی همین چیز به ساخته شده یعنی به خلق کردگی انسان لا انفکاک لاحد عنه انفکاک یعنی جدایی از انفکاک جدایی از همین سبب ها جدا شده نمیتونه یگان کس از این چی سبب جدا شده نمیتواند هم برای همین سهل ابن عبدالله التستری رحمه الله میگفت که من ترک التوکل فقد ترک الایمان و من ترک الاخذ بالاسباب فقد ترک السنه فقد ترک ماذا السنه کسی که میگفت توکل ترک کنه و چی ترک کرده است یعنی ایمان ترک کرده است ایمان ترک میکنه و کسی که سبب های ترک کنه و چی شده است یعنی سنت ترک کرده است فهمید سنت چیکار کرده است یعنی ترک کرده است یعنی سبب چه میگیم یعنی انسان مثلا یک سبب مثلا هر یک چیز چی دارد یعنی سبب دارد هر یک چیز چی دارد یعنی سبب دارد مثلا یعنی نه مثل همین چیز سبب گرفتن یعنی رفته مثلا چی تبابت کردن خودش یا که مثلا گرسنه کشید یک چیز خوردن برای مثلا یک ریسک کردن یک کار کردن زراعت باشد یعنی تجارت باشد یک کار کردن همش این چی میدارد چی میبیاد یعنی همش سبب ها میبیاد هم سبب های گرفتن چی میشه هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم امام المتوکلین هو امام المتوکلین هو قدوة المتوکلین فقد دخل مكة وعلى رأسه مغفر وقد دخل مكة وعلى رأسه مغفر معنی مغفر منده یعنی وقتی جنگانه بپوشند که از آهن ساخته شده یعنی ها یعنی مثل bir چیز یعنی ها تو که مثلا برای چی نمیپوشد جنگاور ضربه نشه تیر نبیاد گفته مثلا چی رسول صلی الله علیه و سلم مکه میداره سرجان چی میغفر سر یعنی چی از همین چیز محافظت کرده میداره علیه الصلاه و السلام یعنی این چیز توکل به چی ضررش نه این چیز چی بدات یعنی
توکل به چی بود است یعنی ضررش نبود است یعنی سهل ابن عبدالله التستوری رحمه الله. بل نفس التوکل مباشرة لأعظم الاسباب، یعنی خودش بلکه همین توکل خودش هم چی میشد یعنی بسیار یعنی چی لأعظم الاسباب مباشرة لاسباب، یعنی که از سبب های بزرگترین سبب ها حساب ده میشود یعنی فانه سبب لوقایة الله، یعنی همین توکل خودش چی میشد یعنی سبب میشد بعضی وقت، یعنی سبب عظیمترین بزرگترین سبب، سبب لوقایة الله و کفایته، یعنی وقایه گفته چی میگه محافظت کردن و کفایه معناش یعنی الله تعالی تو به چی میشه یعنی کافی میشه که تو دیگه غیر از الله تعالی به هیچ کس به چی محتاج و حاجت نداری. دلیل سوره طلاق آمده که آیت و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی کسی که الله تعالی به توکل کرد و الله تعالی به چی شد حسب شد، یعنی کافی و چی میشه یعنی حسب میشه، یعنی کفایه میکنند، یعنی ای کافی کفایه کنند.